سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 30 ایول همراهی شما. مقامات تاجیکستان از اینترپول پلیس بین المللی خواستند 11 شهروند کشور را که به گروه‌های تروریستی و تندرو از جمله گروه دولت اسلامی پیوستند دستگیر کند. اکثریت این افراد جوانان تا 25 ساله هستند و در بین آنها یک ساکن 19 ساله ولایت ختلان نیز هست که با اتهام عضویت در گروه تروریستی جستجو می شود. در وبسایت اینترپول نام و نسب این جوانان با عکس‌هایشان به تازگی نشر شده است. بعضی از این جوانان با نقاب سیاه و در دستشان اتومات کلاشنیکوف و با شیوه خاصی تندگرایان اسلامی در عراق و سوریه عکس گرفتند. هفته گذشته وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت بیشتر از 500 شهروند کشور برای شرکت در مناقشه‌های خارجی به خصوص به خاور میانه رفتند و 150 نفرشان کشته شدند. مقامات اداره هوانوردی تاجیکستان میگویند درخواست شرکت ایست ایر برای فعالیت مورد بررسی قرار دارد، ولی معلوم نیست که به آن اجازه کار میدهند یا نه. محمد یوسف رحمانوف رهبری دپارتمنت اویاسیون گراجدانی وزارتی نقلیات روز 30 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بپروایی نسبت به امنیتی مسافران سببی از حق پرواز محروم کردن ایست ایر در تاجیکستان شد. در اساس پیشنهاد خدمات دولتی نظارت تنظیم در ساحه نقلیات تا حال طبق سند ترتیب شده از جانب شرکت هواپیمای ایست ایر کمبودها برطرف نگردیدند. عین حال مسئله مذکور هم در از جانب وزارت نقلیات موردی بررسی شده تا برطرف کردن کمبودها باید به برخورداری شرکت مذکور. شرکت ایست ایر که سال گذشته از فرودگاه‌های کولاب و قرغانتپه پرواز انجام میداد، بعدی به یک صدمه سبک دچار شدن هواپیمایش در فرودگاه کولاب از حق فعالیت در تاجیکستان محروم شد. رهبران شرکت میگویند این بهانه برای از بازار راندن ایست ایر شد که در مقایسه با سامان ایر و تاجیک ایر بلیط‌ها را ارزان‌تر می‌فروخت. بنا به گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی، مقامات انتظامی ازبکستان تعداد از ازبک زبانان آمده از تاجیکستان را از حق شهروندی محروم کردند و بسیاری از آنها حق شهروندی هیچ کشور را ندارند. بر اساس قانون ازبکستان آنهایی که از حق شهروندی محروم میشوند حق کار در نهادهای دولتی و در بسیار ساختارهای دیگر را از دست میدهند. بعد شروع جنگ داخلی در سالهای 90 ده‌ها هزار ازبک زبانان تاجیکستان را ترک کردند و به ازبکستان رفتند. تعداد شهروند شدند ولی به اکثریتشان حق شهروندی ندادند. خدمات مخابراتی تاجیکستان گفت در مدت نیم سال گذشته تقریباً 10,000 سیمکارت را که برخلاف قانون فروخته شدند مصادره کرده است. تاتیانا خالمراد و معاون رئیس خدمات علاقه روز 30 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت از 4 شرکت تلفنی تاجیکستان برای فروختن این سیمکارت ها به شناسنامه تقریباً 9,000 سومانی جریمه ستانیدند. برای صادر نمودن حقوق‌بیانی معمولی 9,786 سیمکارت مصادره 8,044 سومانی جریمه کرده شده و بودجه دولت سپرده شد. عموما به بودجه دولت برای صادر نمودن حقوق‌بیانی‌های معمولی به مبلغ جریمه‌ای 10,640 سومانی و حق خروج استفاده بری اجازه‌نامه باشد 115 سومانی را تشکیل می‌دهد. در تاجیکستان که 8.5 میلیون نفر اهالی دارد، تقریباً 90% مردم تلفن‌های همراه دارند و 6.5 میلیون نفر پیوسته از تلفن‌های موبیلی خود استفاده می‌بردند. پیتر مازال، یک سیاح جوان چخ که می‌خواهد کره زمین را با دوچرخه طی کند، به دوشنبه رسید و عزم دارد روز 30 ایول به خوجند برود. دوچرخه سوار 35 ساله چخ که بدخشان را در روزهای باران و سیل طی کرد و رادیو آزادی گفت از مهمان نوازی تاجیکان بسیار خوشش آمده است و با تاثیرات خوب تاجیکستان را ترک می‌کند. پیتر مازال عزم دارد در مدت 1 سال با دوچرخه کشورهای قاره آسیا، اروپا و افریقا و امریکای جنوبی را طی کند. بعد ترک تاجیکستان او به ارمنستان پرواز می‌کند و سفرش را در گرجستان و ترکیه ادامه می‌دهد. صحبت کامل با پیتر مازال و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.